he studies English. او انگلیسی چی میکنه؟ مطالعه میکنه. اگه اینو بگیرم نگاتیو کنم بگیم او انگلیسی مطالعه نمیکنه. چی باید بگویم؟ من بعد از سابجکت ما چی اعلام میکنم؟ doesn't میارم. میگم he doesn't study English. تفاوت ببینید. I don't study English. He doesn't study English. یا he plays football. He doesn't play football. Okay? I do my homework. He does his homework. هر زمان که میخواستیم سوال پرسان کنیم که هی آیا تو انگلیسی مطالعه نمیکنی؟ با معذرت آیا او بچه انگلیسی مطالعه نمیکنه؟ ما در اول جمله خود چی را باید بیارم؟ ما در اول جمله میارم چی را؟ Does he study English? اوکی؟ یک محاوره دارین، یک طفلک از یک نفر از به او اشاره میکنین میگین Hey, does he study English? آیا انگلیسی مطالعه میکنه؟ Does he study English? و اگر سوالی منفی کنی امی انگلیسی درس نمیخونه؟ Doesn't he study English? Right? فرض مثال یک مقاله یک چیز از برش میگی که امیر به پدرک رو امیر به ما ترجمه کنه. ولی یک کار خود مشکل است فکر نکنم گفتم تو میگی Hey, doesn't he study English؟ انگلیسی مطالعه نمیکنه؟ Right? سوال میپرسی که یعنی کار خود باید بتونه. Doesn't he study English؟ یا یک مقاله است برش میگی من نمیفهمم که بیادرت امیر ترجمه کرده میتونه یا امیر به برادرت بده اما اول پرسان میگینی Does he study English؟ آیا انگلیسی مطالعه میکنه؟ If yes then here it is بگیر. Right? So Does he study English؟ آیا انگلیسی مطالعه میکنه؟ Doesn't he study English؟ آیا انگلیسی مطالعه نمیکنه؟